بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم و علعن اعداءهم اجمعین. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری واحلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی. بسم الله الرحمن الرحیم. در باب وضو، اولا آیاتی که در وضو در قرآن ذکر شده را همونطوری که همه تان میدانید سوره مائده آیه 6 هستند. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. صدق الله العلی العظیم. چون برای نماز در پا خستید، بلند شدید که نماز بخوانید، سمت نماز برید، صورت و دستهایتان را تا آرنج بشویید، سر و پاهای خودتان را تا برآمدگی پیش پا کعبین مسح کنید. در باب روایات امام باقر علیه السلام فرمودند الوضوء فریضه، وضو فریضه و واجب هستند. در کتاب من لا یحذره الفقیه جلد 1 صفحه 49. رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم چنین می‌فرماید افتتاح نماز وضو و تحریم آن تکبیر است. یعنی چی؟ نمازی که میخوای در ابتدا آغاز کنی، آغازش با وضو گرفتن شروع میشه. و تحریم آن تکبیر است. تحریم یعنی حرام کردن. حرام کردن از چی؟ شما وقتی تکبیر الله اکبر که میگید دیگه نمیتونید عمل دیگه انجام بدید، یعنی نمازتون رسما آغاز شد. و تحلیل آن سلام گفتن. تحلیلش یعنی چی؟ سلامی که گفتید دیگه میتونید اون کارهایی را که میخواید انجام بدید. در کتاب کافی شریف از شیخ کلینی رضوان الله تعالی علیه جلد 3 صفحه 44 امام محمد باقر علیه السلام چنین میفرماید آیا وضوی رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم را برای شما بازگو نمایم؟ بله. پس حضرتش با دست راست خود کفی آب برداشت، با دست راست خود یک مشت آب برداشت و صورت خود را شست. آنگاه با دست چپ کفی آب برداشت و دست راست خود را شست. سپس با دست راست خود کفی آب برداشت و دست چپ خود را شست. آنگاه با مانده آب سر و دو پای خود مسح کرد. در کتاب کافی شریف از شیخ کلینی رضوان الله تعالی علیه جلد 3 صفحه 18 یونس ابن عمار چنین میگوید از امام صادق علیه السلام درباره وضو پرسیدم، فرمودند یک مرتبه، یعنی برای نماز یک مرتبه وضو کافی است. در کتاب الاستبصار صفحه 42 امام محمد باقر العلوم علیه السلام چنین می‌فرماید وضو یک مرتبه است، یعنی یک مرتبه وضو کفایت می‌کند. در کتاب کافی شریف جلد 3 صفحه 20 عبدالکریم چنین می‌گوید از امام صادق علیه السلام درباره وضو پرسیدم، فرمودند وضو امیر المؤمنین علیه السلام جز یک بار نبود است. تهذیب الاحکام جلد 1 صفحه 83. یعنی چی؟ بعد شستن اعضای وضو یعنی جایی که باید بشورید، صورت و دست ها یک بار هستن، ولی از این چیزهایی که روایت شد 2 بار هستن واسه کسی که یک بار وضو را قانع نمیکنه، یعنی یک بار آب ریختن. دیدید صورت خودت میخوای چی کنی، دست خود توی آب میزنی یک بار میرسی، اونمو کافیه. ولی اگر قانع نشدی یک دفعه دیگه هم حق داری برزی، یا 2 دفعه آب میخوای دست خودت مس بکشی، دست خودت بشوری. این حد و اندازه وضو هستن. پس اینم فهمیدید 2 دفعه هستن. چند دفعه شد آب بریزی؟ 2 دفعه. 2 دفعه بیشتر نمیتونی بریزی. چرا؟ چون آیه قرآن هستن. سوره طلاق آیه 1 چه میفرماید؟ اعوذ بالله من الشیاطین اللعین الرجیم و من یتعد حدود الله فقد ظلم نفسه. کسی که از
حدود خدا بیشتر بره در خود ستم کنه، پس دوبار بیشتر نرسید. زراره میگوید از امام باقر علیه السلام راجع به وضوی رسول خدا پرسیدم. امام علیه السلام تشت یا جام آبی درخواست کرد. سپس دست راست خود را در آن فرو برد و مقداری آب برداشت، بر صورت مبارک خود ریخته و با آن صورتش را شست. یعنی یک دفعه آب ریختنشان. پس از آن دست چپ خود را در آب فرو برد و کمی آب برداشت و بر بازوی دست راست خود ریخت و با آن بازویش را از آرنج تا کف دست شستشو داد و دستش را به سمت آرنج برگردانید. این دست برگردانی سمت پایین که آب سمت پایین بره. سپس دست دیگر خود را در آب فرو برد و کفی آب برداشت و از آرنج به دست چپ ریخت. دست راست خودم آب میگیرید، در دست چپ مریزید و مانند دست راست اینم انجام داد. آنگاه با همین رطوبت دست دیگر جدید خیسش نمی‌کنی، اما خیسی که مانده بر سر و دو پای مبارکش مسح کرد و برای این کار از آب دیگر استفاده نکرد. برای از اینکه مسح کنه دوباره دست نباید ترش، با همون خیسی باید مسح کنه. در کتاب کافی شریف شیخ کلینی رضوان الله تعالی علیه جلد 3 صفحه 19 زراره میگوید امام باقر علیه السلام چنین فرمود: آیا از وضوی رسول خدا برای شما سخن نگویم؟ گفتیم بفرمایید. امام ظرف بزرگی که در آن مقداری آب بود خواست و آن را پیش روی خود نهاد. سپس آستین دو دست مبارک خود را بالا زد و دست راست خود را در آب فرو برد و فرمود: این چنین باید کرد هنگامی که دست پاک باشه، یعنی باید دست تمیز باشه قبل از اینکه وضو بگیری. وقتی هم تمیز بود یک دفعه دست خود میندازی توی آب میاری صورت خاموشی. سپس کف دست خود را پر از آب کرد و آن دست را بر پیشانی مبارکش نهاد و فرمود: بسم الله. در ذهنتان باشه این گونه وضو بگیرید. آب که از دست صورت خود میریزید چی میگی؟ بسم الله. و آب را بر طرف محاسن خود جاری کرد، از پیشانی مبارک تا ریش و سیبیل. سپس دست خود را یک بار بر صورت و ظاهر پیشانی کشید. آب که ریختید آب در صورت خود میریزی از بالا تا پایین، بعد یک دفعه از بالا تا پایین دست میکشی با دست باز، با کف دست که دو طرف صورت در بر بگیره پایین میکشی. و پس از آن دست چپ خود را در آب فرو برد، مقداری آب پر کرد، سپس آن را بر روی آرنج دست راست نهاد و کف دست خود را بر روی بازو کشید تا اینکه آب بر اطراف سر انگشتان جاری شد. آب ریخت، دست چپ آب میکنن روی آرنج میرزن که آب تا از سر انگشتا پایین بیفته. سپس کف دست راست خود را از آب پر کرد و آن را بر آرنج دست چپ نهاد و کف دست را بر روی بازو کشید تا اینکه آب بر سر انگشتان جاری شد و پس از آن با رطوبت باقی مانده، رطوبت که روی دست راست و چپ بود دیگه، جلوی سر و روی پاها را مسح نمود. زراره میگوید همچنان امام باقر علیه السلام فرمود: همانا خدا فرد است، واحد هست، یک هست و عدد فرد را دوست می‌دارد. بنابراین برای وضو 3 مشت کافی است، 1 مشت برای صورت، 2 مشت برای 2 بازو، با رطوبت بقیه‌ش هم جلوی سر البته دست راست هست دیگه، با رطوبت دست راست جلوی سر را و با مانده آن روی پای راست، با دست چپ هم که پای چپ مسح کشیده میشه. زراره گوید امام باقر علیه السلام فرمود: مردی از امیرالمؤمنین علیه السلام از وضوی رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم پرسید. حضرت به همین شکل وضوی رسول خدا را بازگو، یعنی همین جوری که گفتیم در کتاب تهذیب الاحکام جلد 1 صفحه 382. محمد ابن مسلم میگوید از امام باقر علیه السلام پرسیدم: مردی که وضو میگیرد آیا لازم است به داخل ریش خود آب برساند؟ فرمودند نه، این روی ظاهر که میکشی کافی هست. در کتاب کافی شریف جلد 3 صفحه 21. اسماعیل ابن مهران میگوید طی نامه‌ای به حضرت رضا ثامن الحجاج علیه السلام نوشتم و از حدود شستن چهره در وضو پرسیدم. صورت خدا حدش کجایه تا کجا را دستا رو بکشید، کجا باید خیس شه در صورت. حضرت در جواب نوشت از آغاز رویش موی سر، از همین جایی که
پیشنه تو تمام میشه و موی سر تو شروع میشه تا آخر صورت، تا همین جایی که فکت هستن، زناقت هستن، و همچنین دو طرف پیشانی، یعنی همین گوشه های چشم تا همون جایی که کف دستتان قد میده. در کتاب کافی شریف جلد 3 صفحه 21 زراره گوید به امام باقر علیه السلام عرض کردم مرا از شستن صورت که سزاوار است شسته شود، همان که خدای عزوجل دستور فرموده است آگاه فرما. گفتن مرا از شستشوی صورت در وضو آگاه فرما، همونجوری که خدا درش راضی هست. حضرت فرمودند صورتی که خدای تعالی به شستن آن دستور داده و شایسته نیست کسی بر آن بیفزاید و یا از آن کم کند، مقداری است که انگشت میانه و شست آن را فرو گیرد. میخوای صورت خدا آب بریزی، انگشت شستت با انگشت وسطت، با انگشت وسطی تو کف دست خود الان باز کن، روی صورت خود بذار، یک طرف شستت میفته، یک طرف دیگهش انگشت وسطی تو که از همه بلندتر هستن. اونم قد کافی هست، اینمی قد کافی هستن، نه از زیاد کن نه از کم. از رستنگاه مو، جایی که مو در میاد، تا چانه، حالا او از باب عرض بود ای از باب طول، از این زیر گفتم از جایی که موی تو در میاد در پیشنه تو شروعش تا آخر چانه تو زناق، و آن دایره است که 2 انگشت از صورت در بر میگیرد. همین جزء صورت است و جز آن از صورت شمرده نمی شود. پس فهمیدید چی شد؟ الان کف دست خود باز کنید به طور کامل، انگشتای 4 تا انگشت دیگه تا هم چسبیده روی صورت خود میذاری، یک طرفش قشنگ از کجا؟ روی بالای چشم، نه قشنگ از جایی که موی تو در آمده، قشنگ از جایی که موی تو شروع کرده، یعنی اول پیشانی دست خود میذاری، یک طرف شست میفته، یک طرفش انگشت اشاره، انگشت وسطی تو درازترین انگشت، اونمو رو میکشی پایین 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 تا آخر زناق، تا آخر چونه. اینمی کافی هستن، نه از این بیشتر نه از این کمتر. یعنی اینکه عادت دارد بعضی ایره که کشید باز دست خود میگیره، یک طرف صورت خود بغلای گوش میکشه، باز میگیره اون طرف دیگر هم بغلای گوش میکشه. نه، دست خود میذاری، دست خود باز نگه میداری، میذاری از همون جایی که موی تو در آمده، اول پیشانی، یک طرفش انگشت شستت میفته، یک طرفش انگشت وسطی درازه، اونمو رو پایین 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 میکشی تا انتهای چانه، از این نه بیشتر و نه کمتر. حالا در ادامه سوال میپرسن، گفتم گیجگاه، شقیقه این 2 طرف سر هسته که بعضیا سردرد میگیرن، این آخر ابرو، دنب ابروها که آدم سردرد میگیره، اونجاهایش درد میگیره، او رو شقیقه، گیجگاه میگن. جزء صورت نیست؟ فرمودن نه، این جزء صورت نیست. در کتاب کافی شریف جلد 3 صفحه 29 زراره گوید از امام باقر علیه السلام پرسیدم برخی میگویند داخل گوش جزء صورت و پشت آن جزء سر است. از امام باقر سوال پرسید علیه السلام، گفت بعضیا داخل گوشن، همین داخل گوش که هست در ایره جزء صورت میدانند، باز پشت گوش هم مگن نه این مال سر است. حضرت فرمودن شستن و مسح آنها در وضو لازم نیست، اصلا لازم نیست. در کتاب تهذیب الاحکام جلد 1 صفحه 58 معمر ابن عمر گوید امام باقر علیه السلام فرمودند مسح سر و همچنین پا به اندازه 3 انگشت کفایت میکند. به اندازه 3 انگشت، یعنی الان کف دست خودم میذار روی کله خوب، از هم جایی که موی در اومده دیگه، اما چی میگن همین سفیدی کف کله که هستن که مو از اونجا شروع در رشد میکنه، هم فرق سر سفیدی کف کله تا جلو را که میکشی تا همین جایی که موها اول پیشانی میشه، همین 3 انگشت کافیه. پا هم همینطور، کل 5 تا انگشت بغل هم دیگه بذار میکشی، نه، این 3 تا انگشت وسطی کفایت میکنه. در کتاب تهذیب الاحکام جلد 1 صفحه 63 محمد مسلم میگوید امام صادق علیه السلام فرمودند 2 گوش جزو صورت و سر نیستند. در ادامه سخن از مسح به میان آمد، فرمودند
جلوی سر خود و دو پا را مسح کن و از پای راست شروع کن. در کتاب کافی شریف جلد 3 صفحه 21. زراره گوید به امام صادق علیه السلام عرض کردم آیا آگاه هم نمی کنی که از کجا این را دانستی و فرمودی که مسح کردن بر بخشی از سر است و بخشی از دو پا؟ از امام صادق میپرسم یا ابن رسول الله، مرا از این آگاه کنید که شما از کجا فهمیدید مسح سر کل کله را نمیگن، یک قسمتی از سر هست و یک قسمتی از پا، کل پا نیست. حضرت خندیدند و فرمودند ای زراره، رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم آن را فرمود و در قرآن این چنین از سوی خدا نازل شده است، چرا که میفرماید فاغسلوا وجوهکم، یعنی روی خود را بشویید. پس دانستیم که کل صورت باید شسته شود. و فرمود و ایدیکم الی المرافق، یعنی دستهایتان را چه راست چه چپ از آرین شستشو دهید و بدین گونه دو دست را عطف به صورت کرده. واو عطف میگیردی، بارها دیتان توضیح دادیم. فاغسلوا وجوهکم، صورت خدا بشوی، و ایدیکم و واو عطف، یعنی برمیگرده در همون فاغسلوا، شستن. و بدین گونه دو دست را عطف به صورت کرده. پس در میابیم که باید شسته شود تا آرنج ها و آنگاه بین دو کلام فصل و جدایی افکنده، اونجا یک وقف هست و فرموده وامسحوا برؤوسکم، یعنی قسمتی از سر خود را مسح نمایید. پس هنگامی که فرمود برؤوسکم، به سر خود، دانستیم که مسح بر بخشی از سر انجام می شود و این به این دلیل است که با وجود با هستن، یعنی برؤوسکم، رؤوس یعنی سر، سرها، رأس. وقتی میگه برؤوسکم از او با فهمیده میشه که قسمتی هستن. و آنگاه خداوند دو پا را به سر عطف کرده، یعنی پاها را مسحشن برگشتنده دمو و امسحو، از اونجا میفهمید باید مسح شود. و فرمود و ارجلکم الی الکعبین، یعنی مسح کنید دو پای خود را تا قوزک پا، تا برآمدگی پا. فهمیدم که مسح باید روی قسمی از دو پا انجام شود، روی قسمتی از دو پا باشه. سپس رسول خدا آن را برای مردم تفسیر نمود، ولی مردم آن را به کار نبستند. در کتاب کافی شریف جلد 3 صفحه 22. پس چی شد؟ به طور کل شستن صورت از جایی است که موی سر در میاد تا آخر چانه. پهنایشی هم به مقداریه که بین انگشت وسطی تو انگشت شستت هست. بعد شستن دست راست از آرین تا سر انگشتا، بعدش هم دست چپ مثل دست راست. با همین رطوبت دست راست جلوی سر، دست راست که خیس بود واسه مسح، اینا میگیری سر خود مسح میکشی. سر خود که با دست راست مسح کشیدی، با همون دست راست پای خود مسح میکشی، با دست چپ پای چپ. در مسح سر و پام در اندازه 3 انگشت بس است. مسح پام از سر انگشتان تا قوزک، تا بغلی، تا برآمدگی پا کفایت میکنه. محمد ابن مسلم میگوید امام باقر فرمودند یکی از شما میتواند با یک مشت روغن تمامی بدن خود را آغشته کند و حال آنکه آب فراتر از آن است. در کتاب کافی شریف جلد 3 صفحه 16. حضرت امام صادق رئیس مذهب تشیع علیه السلام فرمودند پدرم همواره میفرمود برای وضو حد معینی است، واسه وضو یک حد معین هست، از این حد هر کس بگذرد پاداشی ندارد. پس چیزی را که اهل بیت نگفتن شما اضافه نکنید. کافی شریف جلد 3 صفحه 16. زراره میگوید امام باقر علیه السلام درباره وضو فرمودند هرگاه آب به پوست تو رسید برای تو کافی است. همین که آب در پوستت برسد برای کافی هست. همچنین امام صادق علیه السلام میفرمایند خداوند را فرشته است، خدا یک فرشته ای دارد که اسراف در وضو را می نویسد. حواستان باشه این که شیر آب هم میتونی باز باشه. در کتاب کافی شریف جلد 3 صفحه 17.
محمد ابن مسلم میگوید، خوب گوش بدید، از امام باقر علیه السلام در مورد کسی که دست و پای او بریده شده است پرسیدم. دست و پایش بریده شده، ای چه خبر؟ حضرت فرمودند در وضو مانده آن را بشوید، چیزی که باقی مانده را بشوید. در کتاب تهذیب الاحکام جلد 1 صفحه 382. رفاعی گوید از امام صادق علیه السلام درباره کسی که دست او بریده شده است پرسیدم، فرمودند از آن جایی که بریده شده است بشوید، از همون جایی که بریده است. کافی شریف جلد 3 صفحه 21. حسین گوید به امام صادق علیه السلام گفتند مردی در حالی که عمامه بر سر دارد وضو میگیرد و به جهت سرما برداشتن عمامه برای او دشوار است. هوا سرد، عمامه در سرشه، کلاه در سرشه. حکمش چیست؟ فرمود با انگشت خود از زیر عمامه مسح نماید. دست خود بنداز زیر از کلاه، زیر از عمامه مسح کن. تهذیب الاحکام جلد 1 صفحه 93. زراره گوید امام صادق یا امام باقر علیه السلام فرمودند اگر وضو گرفتی و به جای مسح دو پای خود را شستشو دادی و پنداشتی که این همان عمل واجب است، این وضو شمرده نمی شود. پای خود اگر شستی وضو نیست. سپس فرمودند با مسح روی دو پا آغاز کن تا وضو تو کامل شود. در کتاب کافی شریف جلد 3 صفحه 23. خوب گوش بدید، خیلی مهم هستند. محمد ابن مروان میگوید امام صادق علیه السلام فرمود چه بسا مردی 60 و یا 70 سال زندگی میکند و خداوند یک نماز او را هم نمیپذیرد. گفتم چگونه؟ فرمودند زیر عضوی را که خداوند به مسح آن امر فرموده است میشوید. جماعتی که پای خودم میشوید. در کتاب تهذیب الاحکام جلد 1 صفحه 68. امام صادق علیه السلام فرمود اگر یقین کردی که وضوی خود را باطل نموده ای، اگر مطمئن شدی که وضوی تو باطل شده، وضو بگیر و هرگز تا یقین بر باطل بودن وضوی خیش نکرده ای وضو نگیر. تا 100% مطمئن نشده که وضوی تو باطل نشده وضو نباید بگیری. کافی شریف جلد 3 صفحه 24. حالا شک میکنی. زراره گوید امام باقر علیه السلام فرمود اگر در حال وضو گرفتن بودی و نمیدانستی که آیا بازوی خود را شسته یا نه، آن را بشویش. همچنین تا زمانی که در حال وضو گرفتن هستی و درباره هر یک از اعضای وضو که تو در شستن یا مسح آنها شک کرده ای، این حکم جاری است. هر کجا شک کردی که کله مسح کشیدم یا نه، همونجا مسح بکش. شک کردی که دست چپ خودم من همینجا شستم یا نه، همونجا بش. این در جریان وضو هستن. ولی اگر وضو پایان یافت و در حالت دیگری چون نماز و جز آن بود، مثلا وضویت خلاص شده بود سر نماز بود که شک کردی بود، مثلا مسح کشیدم اینجا شستم یا نه، چیزی بر عهده تو نیست که دوباره انجام بدهی. او اشکالی نداره، چیزی در عهده تو نیست نمیخواد انجام بدی. و اگر در مورد مسح سر شک نمودی چنانچه در محاسن خود رطوبتی یافتی، اگر شک کردی که سر خود مسح کردی یا نه و دیدی که آره سر تو خیس هستن، اگر شک کردی سر تو مسح کردی یا نه، اگر در مورد مسح سر شک نمودی چنانچه در محاسن خود رطوبتی یافتی، آن را بر روی سر خود و پای خود مسح کن. یعنی شک کردی که من سر خودم مسح کردم یا نه، ببین در صورت در ریشت در محاسن اگر قطره آبی خیسی هست دست خود در او بمال، با ازمون سر خودم مسح کن، پای خودم مسح کن. اگر حالا ریشت محاسنت خیس نبود، رطوبتی نیافتی، وضوی خود را با شک باطل نکن، نمازت بخون. و اما اگر یقین کردی که وضوی خود در پایان نرساندی، مطمئن هستی که وضویت کامل نشده، به آن عضوی که از روی یقین ترک نموده‌ای بازگرد تا وضو را به پایان برسانی. وسط شک میکنی که یقین دارم که من به دست خودم مسح نکشتم، از همونجا دوباره شروع کن. زراره گوید به حضرتش گفتم اگر کسی شک کند که قسمتی از بازو یا قسمتی از بدن خیش را در غسل جنابت نشسته است چه حکمی دارد؟ فرمودند اگر شک کند در حال نمازم باشد و رطوبتی از آب غسل در بدنش هست،
با آن همان قسمت را هم مسح کنه. گوش بدی، رفتی غسل کردی، با غسل جنابت میشه نماز بخوانی دیگه. رفتی غسل کردی، آمدی بیرون، سر نماز استاد شدی. سر نماز استاد شدی، یک تیکه شک میکنی که یک جای از دیستی از بازوی تو خشک هست. اینجا چون در غسل اگه خشک بمانه باطله دیگه. شک میکنی سر نماز هم هستی، شک میکنی که اولا اینجا خشک مانده. اگر در بدنت از خیسی غسل، از حمام که میای بیرون، اگر در بدنت از خیسی غسل آبی مانده، دست خود در ازو تر کن، اونمون جایی که خشک مانده رو مسح کن. دست خود در ازو تر کن، اونمون جایی که خشک مانده رو دست خود روش بکش. در کتاب کافی شریف جلد 3 صفحه 24. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم و لعن اعداءهم اجمعین.